این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فایدامه. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای روحانی، همواره شکایت صورت میگیره از که شما نتونستین که شاهراه سالنگه بسازین. میشه بگوین به این که همیشه تعهدم برازی کردین که شما بازسازی میکنین شاهراه سالنگه، پس چی زمانه؟ حالا خب ما در فصل تابستان هم قرار دادیم، متاسفانه هم خلاص شد، میریم به فصل بهار که آیسته آیسته پس میریم به طرف زمستان، بازم شما نمیدونین که در زمستان کار کنین. پس چی زمان شما کار میکنین؟ تشکر. در قدم نخست سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت همکاران محترم شما و همچنین خدمت تمام بیننده های به نهایت عزیز تلویزیون جهانی ترو نیوز. طبق وعده هایی که وزارت فایدامه داشتن به هموطنان عزیز ما خوشبختانه تونستیم که وعده های خود را عملی بسازیم و یک موضوع بسیار ما باید تکنیکی تر فکر بکنیم و چون بعد از وقت صاحبایی که اعتراض داشتن سر رهبری وزارت فایدامه که باید از نزدیک دیدن بکنه، چندین بار رهبری وزارت فایدامه، معینت حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی وزارت فایدامه به طور هفته‌وار سفر داره از شاهراه سالنگ و همچنین هفته قبل جلالت مآب خوی وزیر صاحب یاری صاحب سفر داشتن به سالنگ، از نزدیک زیادتر جاهای تخریب شده وزیر صاحب پیاده‌روی کردن تا ببینن مشکلات‌های حقیقی در شاهراه سالنگ. و شاهراه سالنگ یک موضوع بسیار کوچکی نیست که ما بتونیم به یک روز، دو روز، یک ماه یا یک سال بتونیم حل بکنیم و اهمیت شاهراه سالنگ ما و شما میدانیم و بودجه حفظ مراقبتی که بر شاهراه سالنگ از طرف پارلمان کشور داده میشه، از طرف نماینده های با عزت مردم در ولسی جرگه داده میشه ولی اعتراض میکنه. برای من جالب نیست چطور در این وقت اعتراض میکنه، در وقتی که اینا امی بودجه که بر ما میده به خاطر حفظ مراقبت، این حفظ مراقبت بودجه که داده میشه فقط صرف به خاطر روغنیات است و تیل است، همچنان ترمیم وسایط است، جنراتور است، لایتینگ است و همچنان بعض نمک است و بعض موضوعات دیگه که ما بتوانیم در فصل سرما مسیر شاهراه سالنگ برای هموطنان خود باز نگه داریم. طبق عموم وعده ها و طبق لایحه وظایفی که بر سالنگ از بودجه حفظ مراقبت داده میشه، خوشبختانه با سپری نمودن زمستانی که در طی 25 سال ما نداشتیم در سال گذشته، ما تونستیم شاهراه سالنگ برای هموطنان عزیز خود بدون تلفات یعنی شما خودتان پیشنهاد نمیکنین که در کدام بخش شما بودجه نیاز دارین که بونمو بر شما پول داده شود؟ حفظ مراقبت شاهراهای عمومی افغانستان از طرف رهبری وزارت فایدامه 4 میلیارد دلار به پارلمان پیشنهاد شد که از 4 میلیارد 1 میلیاردش منظور شد. 1 میلیارد تنها حفظ مراقبت جاری عاجل و زمستانی ما کفایت نمیکنه، چه رسد ما بتونیم حفظ مراقبت اساسی رو کنیم. و از طرف دیگه طوری که زیادتر از دوستا شکایت ازی داشتن که وزارت فایدامه تا حال هیچ اقدام نکردن. نه خیر، وزارت فایدامه طبق وظایف که ما داشتیم و جوابگو با پارلمان و جوابگو با ارگان‌های عدلی و قضایی هستیم، ما 4 طرح در شورای عمومی سالنگ داریم. برای اینکه ما بتانیم بر زودترین وقت مشکلات هموطنان عزیز خود رفع بسازیم، سفری که جناب وزیر صاحب به سالنگ داشتن در هفته قبل، حدوداً بیش از 30 کیلومترش از بودجه اداره قوه کار وزارت فایدامه ما به ترمیم اضطراری میکنیم و 20 کیلومتر دیگه که مجموعاً 50 کیلومتر 50 کیلومتر ما بیشترین تخریبات در مسیر شاهراه سالنگ داره که به خاطر 20 کیلومتر دیگه هم ما پیشنهاد کردیم و خواهش کردیم که بتانیم بودجه 20 کیلومتر دیگه هم دریافت کنیم تا ما بتانیم 50 در حدود 50 کیلومتر ترمیم اضطراری شاهراه سالنگ را آغاز بکنیم. و در کنار از ما 3 طرح دیگه داریم. طرح اولی ما است که ما بتانیم شاهراه فعلی سالنگ را به طور اساسی ترمیم بکنیم که برای اینکه ما بتانیم ترمیم اساسی بکنیم، برای اولین بار باید ما راه بدیل تونل سالنگ داشته باشیم که راه بدیل تونل سالنگ خوشبختانه توسط رهبری وزارت فایدامه از 2 بخش کارش آغاز است. به طول 152 کیلومتر سرک دوشیلا بامیان که بخش اولش از طرف بغلان شروع است و بخش ششمش از طرف بامیان. فعلا عملاً کار جریان داره و بخش‌های متبقیش هم ان شاء الله به زودی کارش آغاز خواهم شد. و به خاطر مطالعات اساسی تونل فعلی سالنگ که به اعلان داوطلبی بین‌المللی سپرده شده بودند و خوشبختانه یک از شرکت‌های بسیار معتبر بین‌المللی برنده شدند و در روزهای بسیار نزدیک بین وزارت فایدامه و نماینده شرکت بین‌المللی به امضا میرسه که در حدود 1.5 سال مطالعات اساسی تونل سالنگ را انجام بده. و یک موضوع ما باید در نظر داشته باشیم، انفجارات در داخل تونل سالنگ در سالهای قبل صورت گرفته بودند از طرف بعضی بزرگوارا. این تونل سالنگ با این انفجارات باعث درزهای طولی و عرضی به وجود آمده که این اگر فعلا ما کار بکنیم احتمال سقوط خود سقف تونل سالنگ هم است و بعضی موضوعات تکنیکی در اون جابجا است. این یک موضوع بسیار پیچیده تکنیکی است. ما نمیتونیم که با طور عادی یک سرکی که ما از یک سرک تپه‌ای داشته باشیم، کوهی داشته باشیم، سرک دشتی داشته باشیم را بسازیم. بنابراین یک موضوع بسیار کاملا تکنیکی است. در این اقدامات خود ما داشتیم و مطالعات میشه بگوین مشخص تری که امسال شما کار بازسازی از را آغاز
میکنین نمیکنین چگونه است؟ چون مردم انتظار از این میره میکشن. شما بالاخره چه زمان کار زیر شروع میکنین؟ شما میگین که روی سالنگ دیگه هم کار میکنین. اگر ما این سالنگ نتونیم کار بازسازی شروع بکنیم، نتونیم یک پروژه خود حفظ و مراقبت بکنیم، پس چرا بریم طرف پروژه دیگه؟ و در مجموع باید یک چیز ما متوجه باید باشیم که تا وقت راه بدیل تونل سالنگ نداشته باشیم، هیچ کس قادر به ترمیم اساسی شورای فعلی سالنگ نیست. اگر شما از اول حفظ و مراقبت میکردین کار به اینجا نمیرسید. یک موضوع ما شما باید در نظر داشته باشین، تونل سالنگ حدود 70 سال قبل توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده و حجم اراده که در اون وقت دیزاین شده بودن به طور مثال روزانه به 40 اراده بود و امروز بیش از 200 300 اراده ماشین مختلف نوع از این مسیر تردد میکنه که او بیش از توانمندی یا حجم ترافیک قبلی است که ما نمیتونیم اساس حفظ مراقبت. سابق در اینجا در مسیر شورای سالنگ کاملا آهن کانکریت شده بودن و اگر ما فعلا این آهن کانکریت کنیم بناهن ما نیاز به 1 سال داریم که ما آهن کانکریت کنیم. و ما اساس است که ما اولا باید راه بدیل بسازیم که خوشبختانه ما فعلا عملا کار در ساحه جریان داره و مطالعات اساسیش هم فعلا در روزهای نزدیک بین وزارت فایده و شرکت قراردادی به امضا میرسه که تمویل کننده شورای فعلی سالنگ مطالعات اساسیش و ترمیم اساسیش و همچنین راه بدیلش بانک جهانی است که از لحاظ بودجه‌ای وزارت فایده ما هیچ مشکل نداریم و توانستیم توجه جلب دونر بکنیم. توجه جلب دونر خودش یک از بزرگترین دستاورد است که خوشبختانه وزارت فایده ما با تمام مشکلاتی در سالهای قبل ما داشتیم، این در حکومت قبل داشتیم که ما نتونستیم پروژه های خود را این وزارت فایده ما با وقت و زمان تطبیق بکنه، باز هم رهبری وزارت فایده ما تونستیم چیزی که دونر داشتیم جلب توجه دونر خود را باز دوباره جذب بکنیم و کار پروژه های خود را آغاز بکنیم و برای فعلا که مشکلات هموطنان عزیز ما رفع شود در هفته های بسیار نزدیک به طول 3 کیلومتر ترمیم اضطراریش از توسط بودجه اداره قوای کار وزارت فایده ما آغاز میشه و بخش باقی ماندهش که 20 کیلومتر میشه تخریبات بیشتر ما داریم فعلا هم به خاطر عکس بودجه به حکومت افغانستان ما تلاش داریم که در دست بیاریم و 50 کیلومتر برای امسال ما ترمیم اضطراری بکنیم تا یک هموطنان عزیز ما مشکلاتشان رفع گردد. خب پاسخ حکومت بر شما چی بوده؟ آیا برای 20 کیلومتر بر شما امسال بودجه در نظر گرفته خواهد شد یا که میمونه به سال دیگه؟ طبعا برای امسال ان شاء الله مشکلاتش رفع میشه و تمام بودجه‌ای که ما در دست میاریم مربوط به خود وکلای با عزت مردم در ولسی جرگه است که در اون قسمت که اونا اعتراضات خود داره. از یک طرف اعتراض درست است، وزارت فایده ما ادارات رهبری حکومت وحدت ملی اعتراض کل هموطنان عزیز ما میپرز انتقاد پذیر هستیم، هر چی میکنیم به خاطر بهبودی یک کار ماست، ولی در قسمت از حداقل اما وظایف که مربوط به خودشون است اونا را هم حداقل یک مقدار اونا هم رویش توجه داشته باشن. اما باید شما پیشنهاد بکنین. اگر بر شما 1 میلیارد داده بود باید شما اعتراض میکردین و اینکه میگفتین که ما نمیتونستیم که کار از این سالنگ پیش ببریم با این ما نمیتونیم که وقتی بودجه ما پیشنهاد میکنیم 4 میلیارد دلار از 4 میلیارد به ما 1 میلیارد منظور میشه، بنابراین باز هم ما ناگزیر هستیم که بتونیم که با دونرای خود مذاکره کردیم که خوشبختانه جلب توجه دونر خود را باز در قسمتی که اون پروژه های جدید بر ما تمویل میکنه و در قسمت حفظ مراقبت شوراهای عمومی افغانستان به شمال سالنگ ها ما توانستیم جذب بکنیم، ولی ما همیشه کوشش به این داریم که سر حکومت اعتقاد بکنیم، در جایی که ما یک مقداری که مسئولیت به خود ما واگذار میشه باید مسئولیت های خودم در نظر داشته باشیم و اعتقاد در نظر به وقت و زمان در وقتش باید بکنیم. خب امسال هم که بخشی از شورای سالنگ شما میگن که ترمیم میکنین تا اندازه که مشکل مردم حل شود، به سال دیگه آیا این امیدواری وجود داره؟ شما بازم درخواست جدی از حکومت خواد کردین که پول بر شما داده شود و شما بتونین که کار اساسی از آغاز بکنین؟ پلان‌های خود ما تا وقتی که راه بدیل نداشته باشیم از لحاظ ترمیم اساسی تونل فعلی یعنی چند سال دیگه نیاز است که شما راه بدیل بسازین و برید به طرف بازسازی اساسی؟ که ما باید اگر پروژه های زیربنای ترانسپورتی در نظر بگیریم وقت گیر میباشن، 1 سال 1 ماه 2 ماه نمیباشه، بنابراین از لحاظ سروی و دیزاین و استملاک و همچنین تطبیقی که ما در ساحه میکنیم و همکاری هموطنان عزیز ما که در ساحه اگر باشه ما میتونیم 2 سال راه بدیل خود تکمیل بکنیم و باز هم اگر هموطنان عزیز ما در قسمت تطبیق پروژه های ما همکار نباشه بنابراین دشوار خواهد بود ما وقت مشخص باید بگوییم که در 1 سال یا 2 سال یا 3 سال چگونه باید با شما کمک کنن. در زیاتر پروژه های ما نمیخوایم که به طور مشخص یادآور شوم که در قدم نخست هموطنان عزیز ما بسیار تلاش باید دارن که در قسمت در مناطقشون سرک ساخته شود. وقتی که سرک ما میخوایم دونش تطبیق بکنیم به خاطر منافع شخصیشون بعضی مشکلات برای شرکت قراردادی و انجینرهای مراقبت کننده ما با وجود میاد و از طرف دیگه هم خواهش میکنم. تشکر. سپاس از حضورتان در برنامه.